یه جایی تو دنیا هست که مثلا به خاطر پوشیدن لباس خاص ممکنه با دردسر مواجه بشین، یا اگه سیگار یا ویپ بکشید یا همراهتون داشته باشین ممکنه به زندان بری. حتی انتخاب اسم برای بچه‌ها هم تو بعضی کشورها محدود شده. شاید فکر کنی اینا شوخیه، ولی نه، اینا قوانین واقعیه. میخواستم درباره قوانین عجیب و غریب تایلند براتون حرف بزنم. این موضوع انقدر برام جالب بود که اصلا فراموش کردم بهتون سلام کنم. سلام دوستای گلم. این ویدیو رفتم سراغ عجیب ترین قانون‌های تایلند. پس این ویدیو رو لایک کن، کانال دانستنی من رو هم سابسکرایب کن که پر از این عجایبه. اصلا فکرشو میکردی که تایلند به غیر شهر پاتایا و زنای موجهش و پیشنهاداتش جاهای دیگه هم داشته باشه؟ تو دل تایلند، جایی که معابد طلایی و رنگارنگ با تاریخ چند صد ساله تو دل شهرها جا خوش کردن. یکی از شگفت‌انگیزترین جاذبه‌های گردشگری مجسمه‌های بودا هستند. اما این مجسمه‌ها فقط یه تیکه سنگ یا فلز نیستن. هر کدوم داستان فرهنگ و معنای پشت سرشون دارن که هزاران سال به مردم این سرزمین آرامش و امید دادن. تصور کن وارد معبد میشی و روبروی مجسمه‌های غول‌پیکر طلایی بودا قرار میگیری که نور خورشید مثل یه حاله مقدس دورش رو میگیره. دستاش به حالت خاصی قرار گرفتن. هر حالت معنی متفاوتی داره. مثلا حالت دعا، آرامش، خامرزش. صدای ناقوس‌ها، بوی عود همه فضا رو پر کرده. حس می‌کنی وارد دنیای دیگه شدی، دنیایی که پر از صلح و معنویته. مردم محلی و گردشگران از سراسر دنیا میان تا مقابل این مجسمه‌ها آرزو کنن، دعا بخونن و آرامش پیدا کنن. یکی از معروف‌ترین این مجسمه‌ها مجسمه بودای خوابیده در بانکوک است که طولانی‌ترین مجسمه بودای دنیا به حساب میاد. این مجسمه با رنگ طلایی درخشان، چشم‌های بسته و لبخندی آرام نماد پایان زندگی و ورود به آرامش ابدی است. تو فرهنگ تایلند، سر بالاترین و مقدس‌ترین قسمت بدن به حساب میاد و هیچکس اجازه نداره سر دیگران رو لمس کنه. این شامل کودکان، بزرگسالان و حتی افراد غریبه میشه. مردم اعتقاد دارن که لمس سر یعنی دست گذاشتن روی روح و انرژی فرد و این کار بدون اجازه میتونه بسیار توهین‌آمیز باشه. مثلا تصور کن در یک پارک یا بازار سنتی هستی و بخوای با نوازش سر یه بچه دوست داشتنتو نشون بدی. این کار میتونه باعث ناراحتی و تذکر از طرف خانواده یا مردم محلی باشه. حتی ممکنه نگاه‌های عصبانی یا تذکر جدی دریافت کنی. وقتی وارد تایلند میشین، یکی از نکته‌ای که خیلی مهمه برای گردشگرا پوشش مناسبشونه، مخصوصا وقتی میخوان برن معابد یا از اماکن مذهبی دیدن کنن. تو تایلند معابد نه تنها مکانهای مقدس براشون به حساب میاد، برای احترام به سنت‌ها وقتی وارد معبد میشی باید شلوار یا دامن بلند، لباس‌های آستیندار بپوشی. لباس‌های کوتاه، تاپ‌های رکابی، تیشرت‌های کرا یا شلوارک‌ها مناسب نیستن و ممکنه از ورود جلوگیری بشه. حتی مردها هم باید شلوار بلند و لباس مناسب داشته باشن. نکته مهم اینه که کفش‌ها رو باید قبل از ورود به معبد در بیارن و هیچ وقت پاها رو به سمت بودا یا مجسمه‌های مقدس نگیری. تو تایلند وقتی پشت فرمون میشینی باید بدونی قوانین رانندگی اینجا جدی‌تر از چیزی است که فکرشو میکنی. مثلا پوشیدن کلاه ایمنی برای موتورسواری توی تایلند اجباریه و بدون کلاه حتی 1 متر هم نباید حرکت کنی. پلیس به شدت به این قانون پایبنده و جریمه‌های سنگینی داره. نکته دیگه سرعت مجاز در خیابوناست که کاملا مشخص و محدود شده. تجاوز از سرعت مجاز میتونه باعث توقیف ماشین، جریمه‌های سنگین و حتی زندان میشه. رانندگی در حالت مستی هم تابو محسوب میشه. حتی مقدار کمی الکل در خون میتونه باعث جریمه و حتی بازداشت بشه. سیگار الکتریکی و ویپ ها توی تایلند ممنوعه. حتی داشتن یه دستگاه کوچیک ویپ تو کیف یا چمدون میتونه مشکل جدی برای آدم ایجاد کنه. پلیس و گمرک تایلند به شدت روی این قانون پایبندن و جریمه‌های سنگین و حتی ممکنه بازداشتت کنن. تو تایلند انتخاب اسم برای بچه‌ها یک کار خیلی مهم و خاصه که با احترام به فرهنگ و باورهای محلی انجام میشه. بیشتر اسم‌ها معنی‌های خوب و مثبت دارن، مثل خوشبختی، سلامت، هوش یا زیبایی. خانواده‌ها معمولاً با کمک روحانیون یا افراد با تجربه اسمایی رو انتخاب میکنن که خوشیوم باشن و به زندگی بچه خوشبختی و موفقیت بیارن و محافظت از بدیها میشه.
بعضی وقتا اسما بر اساس تاریخ تولد یا عناصر طبیعت انتخاب میشه. یه رسم جالب اینه که بچه‌ها گاهی یه اسم کوچیک هم دارن که فقط در بین خانواده‌ها و دوستان نزدیک استفاده میشه و اسم رسمیشون متفاوت است. اسمها تو تایلند معمولا کوتاه، ساده، شیرین هستن و مردم خیلی به معنی اسمها اهمیت میدن. این اسمها نه فقط زیبا که مثل یه محافظ جادویی عمل میکنن. وقتی بچه مشکل یا بیماری داره گاهی اسمش رو عوض میکنن تا انرژی منفی ازش دور بشه. احترام به پادشاه در تایلند یکی از جدی‌ترین و خط قرمزترین قوانین این کشوره. عکس و تصاویر پادشاه همه جا حضور دارن. روی اسکناس‌ها، بیلبوردهای بزرگ شهری، داخل فروشگاه‌ها و حتی خیابان‌ها و ساختمان‌های عمومی. حتی در تلویزیون هم برنامه‌هایی هست که به احترام و بزرگداشت پادشاه اختصاص داده شده. در تایلند هر گونه بی‌احترامی، توهین یا حتی شوخی در مورد پادشاه به شدت ممنوعه و جرم محسوب میشه که شامل صحبت کردن بد، تمسخر یا حتی پخش مطالب منفی در شبکه‌های اجتماعی میشه. یک نمونه واقعی از سختگیری این قانون پرونده یک توریست بود که فقط به خاطر شوخی کوچیکی درباره پادشاه چندین سال به زندان محکوم شد. این اتفاق به همه گردشگران یادآوری میکنه که این قانون رو هیچ وقت دست کم نگیرن. حتی توریست‌ها هم از این قانون مستثنا نیستن. نادیده گرفتنش میتونه تجربه سفرت رو به کابوس تبدیل کنه. خب رفیق، حالا که قوانین عجیب تایلند رو فهمیدی، دیگه میدونی چطور سفر کنی بدون اینکه جریمه بشی یا اینکه تو زندان عکس یادگاری بگیری. پس این ویدیو رو لایک کن و کانال دانستنی منو سابسکرایب کن که قسمت‌های خفن‌تر در راهه.